نمیصرفه. آقا مهدی هزینه ماشین روز چنده؟ ماشین چیه؟ 3200 مدل 2010 سقف ستون شاسی اینا همه آره خیال راحت. شب کارچرانسی آره بابا 80 میلیون. چه خبره ندارم انقدر. نه گو میخوری به سوار میشی. روبان چه رنگی بزنم؟ قرمز. بیا همین خوبه. این که سبز داداش گفتم قرمز. تو الان فرق جیگری و قلبه‌ای و شرابی و زرشکی و تمشکی رو به من میگی؟ که فرقی نداره همش قرمزه. خدا پدر مادر تو بیا مرز سبزم و قرمز دیگه حالا دو پر روشن‌تر. آقا اینا چند؟ شاخه 20 میلیون. چه خبره؟ داداش اینا نژاد داره. یعنی چی؟ این نژاد شیتزوه واسه هر کی بخری خودش رو واسه لوس میکنه نمیدونم دو مرا تکون میده. داداش کل نصرن داری؟ نه ولی مشابهشو دارم. چیه؟ روز دیگه. نه همون نصرن رو میخوام. گیرم مثلا نصرن هم داشتم بهت دادم. گرفتی بردی پیش دوست دختر دیو برگرده بگی نصرن که جوابی داری بهش بدی. واقعا میگه اینو؟ داداش دختر هر چیزی ممکنه باز خودت میدونی. آره شهر میشه همون روزو بده. مبارک. آقا باکس گل هم داری؟ یلا باکس داد. نه تموم کردی. حالا چی شد که باکس؟ چطور؟ خب الان ترند سال ساده و شیک مده شاخه ای. جدی؟ آره بابا دیوونه بگیر من که واسه باکس دارم من خودم هم ببری بخاطر لول خودت میگم. آقا مهدی یه دونه گل برام مراسم خط بهم میدی؟ بیا همینو ببر. یکم رنگش روشن نیست. خوبه دیگه رنگش روشن عوضش روح مرحومم شاد میشه. آقا مهدی یه باکس گل به ما میدی؟ بله خدمت شما. گفتم یه دونه. من واسه دختر نمیخوام. آره. واسه دختر میبری واسه مادری بیچاره یه دونه گل نمیخری. حیف اون 9 ماهی که تو الاغو تو شکمش نگه داشت. حیف اون شبایی که مریض بودی بالا سر تو گراز نشست. حیف باشه داداش همون دوتاشو بده. مبارک باشه. داشت مخلصم. هزینه‌ش هم بکنم. چقدر هزینه‌اش؟ تزیین که رایگانه. آره دست در نکن. پس بی زحمت 10 میلیون کارت بکش. گلم که شد 2 تومن. آره دیگه دو گلت 8 تا تزیینش. مگه نگفتی رایگانه؟ الان بابا رایگان توف کرد دستت میندازه خیر. نه. پس بچه زرزر نکن. داداش با 100,000 تومن میتونم گل بخرم؟ گل نه ولی تخمشو میتونی. نه چی تخم گل میری میکاری خونتون آب میدی در میاد دیگه.